سلام، من مجتبی سلطانی و اینجا بورسا رو امروز 25 اسفند ماه شنبه اولین روز آخرین هفته 1403 دیگه رسما وارد آخرین هفته شدیم و دیگه روز شمار پایان 1403 شروع شد. تابلو معاملات امروز خوب بود، خبر خوبم زیاد شنیده شد. به نظرم مهمترینش اینه که ما دیگه ویدیوهامون رو یه تیکه تو اینستاگرام میذاریم به خاطر اختلالاتی که به وجود اومده و از این به بعد میتونید به صورت یکسره تو اینستاگرام هم ببینید. موضوع بعدی این که در واقع FATF هم زمزمه های تصویبش شنیده میشه، خبرهای مثبتی تو فضای مجازی داره دست به دست میشه. این خبرم باعث شد که اوضاع بازار امروز بهتر باشه، بالاخص تو بانکی ها تقاضای خوبی تو بانک ملت ایجاد کرد. و نکته بعدی هم این بود که خودروهای وارداتی قرار شد از زمره قیمتگذاری دستوری خارج بشن. این رو هم بذارید کنار خبرهای خوبی که تو بازار داشت مخابره میشد. اوراق تبعی هم که قرار منتشر بشه یه مقدار جو روانی بازار رو تغییر داد. امروز خودرو سایپا خوب معامله نمیشدن، دلیل داشت بازار ریخته بود تو این مدت. خودرو سایپا رشد هم کرده بودن، علاوه بر اینکه نریخته بودن نکته بعدی اینه که یه دم نمیخوان مجمع برن، با توجه به ریسکایی که تو بازار وجود داره ترجیح میدن که پولشون زیر سرشون باشه یا حداقل تو سهمایی باشه که بتونن بخرن و بفروشن. علت اینکه معاملاتش امروز خیلی جذاب نبود به نظرم همین موضوع بود. فردا هم فکر کنم آخرین روز معاملاتیه که میشه پول برداشت کرد از بورس. خیمه، خاور، خگستر، خزامیا، ورنا، خمحرکه و بهمن و نمادهای دیگه اوضاع معاملاتی خوبی تو گروه خودروسازی داشتن و صف خریدای نسبتا خوبی بودن. وساپا بسته شد، ورنا هم بسته میشه، خودرو سایپا هم بسته میشه و اینورم فولاد فملی صف خرید داشتن. فملی بهتر معامله میشد، فولاد عرضه‌هاش بیشتر بود. بقیه نمادهای فلزات اساسی هم خوب بود. امروز هم بزرگترها و دلاریا خوب بودن، هم کوچکترها خوب بودن. تو گروه شیمیایی فقط زاگرس بود که خوب معامله نمیشه. تو بانکیا همچنان ملت لیدره، هم رکورد میزنه، هم ارزش بازارش خوبه، هم سقف زده. جوری نگاه کنید اوضاع معاملاتیش خوبه. و یه بلوک فولاد مبارک هم 2.5% امروز معامله شد به ارزش 12.5 میلیارد تومان. تجارت فروشنده بود، خود تجارت 60 همت میارزه و اینم از نکات جالب بازار ماست. شستا و قدیر و بانک تو سرمایه گذاری ها خوب معامله میشدن. قانیزان و قفارس تو قضایی ها منفی سنگین خوردن. پردیس و الماس تو سرمایه گذاری ها منفی سنگین خوردن. مادیرام که از برج 5 روند خوبی به خودش گرفته بود، یه 100% بازدهی داشت تا بالای 500 هم رفته بود، امروز رو 370 هر چی می‌خریدن باز یه عده صف فروش میچینه. اینم از نکات عجیبش بود. یه ماه قشنگ صف فروشه. حمل و نقلیه خوب معامله میشدن. اخابر که مجمع پیش رو داره خوب معامله میشد و روند خوبی به خودش گرفته. فزر که صبح مثبت معامله شده بود یه مقدار شل شد معاملاتش آخر وقت و خیلی جذاب نبود. ارز اولیه‌ام روند معاملاتی خوبی داشتن و خیلی خوب داشتن حجم میخوردن و صف خرید بود. امروز بخوام خلاصه بهتون بگم صندوق‌های اهرامی هم هر هفتهشون صف خرید بودن. صف خریدا خیلی سنگین نبود، عرضه خاصی تو بازار نبود، یعنی اگه عرضه زیاد میشد شاید بازار روند خوب خودش رو نمیتونست تا آخر بازار ادامه بده. مثلا تو صندوق‌های اهرامی می‌دیدیم حجم صف خریدا مثلا 50 میلیون 40 میلیون، تو نارنج مثلا 20 میلیون بود که معاملات روزانه‌اش بیش از این عدده. یعنی صف خریدا وحشتناک نبود، بگیم ورود پول سنگین داشتیم. خیلی فروشنده خاصی تو بازار دیده نمیشد. ارزش معاملات خرد 5800 میلیارد تومان و 22% زیر میانگینه. به خاطر میگم ارزش معاملات خاصی هم نداشتیم. 1500 میلیارد ورود پول حقیقی که عدد بسیار جذابیه. 1500 میلیارد هم از فیکس اینکام خارج شد که اینم جذابه با توجه به اینکه طلا خیلی روند خاصی نداشت امروز. و وضعیت کلی بازار 25% منفی، 75% نمادهای بازار مثبت بودن و میبینیم که تقریبا 380 تا نماد محدوده صف خرید بودن، 2 تا 4 مثبت. اونورم 97 تا نماد داشتیم که تو محدوده صف فروش معامله میشدن. سه اصفا، سه شاهد، کروی، کزوغال، بگیلان و معلم نمادهایی بودن که تو بورس و فرابورس مورد توجه بودن. سه شاهد از چهارشنبه روند معاملاتیش بهتر شد و اینورم سه اصفا همچنان تو سیمانیا خوبه. واقعا سیمانیا خاصن و باید راجبشون صحبت کنیم. تو بخش اخبارم توضیح میدم که چقدر سیمانی ها تونستن تو این مدت از سال 1400 401 به بعد روند فوق العاده ای داشته باشن. مثلا 70-80% نمادهاشون تو رشدهای بازار همگام با بازار بالا رفتن، تو ریزش‌های بازار عملکردهای بسیار بهتری به نسبت بازار داشتن. کزوغالی که یه روز با پی بی 4 و 5 معامله میشد و حالا وارد فضای زیان شدن مورد توجه قرار گرفت. البته به خاطر افزایش سرمایه و قیمتی که کاهش پیدا کرده به 400 تومان بیشتر مورد توجه بود و اینا خیلی سهمی مدت خوب معامله نمیشه. بگیلان هم از
1400 تومان باید 1000 تومان بره بالا برسه به قیمت ارز اولیه. این چند سال و این تورم وحشتناک هم بذارید کنار، خیلی از صنایع ما این وضعیت رو دارن و این نکته واقعا اینه که قرار ارز اولیه بیاد تو صنعت آب شیرین کن. خیلی هم دارن راجع بهش سر و صدا میکنن که این خیلی خوبه به خاطر بحران کم آبی که داریم. خب قطعا خوبه، ولی اونور ما بحران بی برقی هم داریم. اما شرکت‌های برقی اصلا خوب نیستن. اگه قیمت گذاری دستوری باشه اصلا نمیتونه صنعت خوبی باشه با توجه به اینکه نیاز مردم نمیشه افزایش قیمت داد، دولت هم که حاضر نیست خودش پولش رو پرداخت کنه. فولاد هم امروز علاوه بر اون 12.5 همتی که معامله بلوکی داشت، خودش هم رو تابلو حجم خوبی خورد، بیشتر 600 میلیون حجم خورد. صف خریدش رو حقوقی به شدت عرضه می‌کرد و بیش از 400 میلیونش رو عرضه کرد. یه نکته وجود داشت، فولاد 400 بود، 480 تقریبا بلوکیش معامله شد، یعنی 20% بالاتر، اما حقوقی‌ها رو تابلو میفروشن. یعنی میتونیم یه شغل ایجاد کنیم، یه عده بیان رو تابلو منفی‌ها راحت بخرن و بلوکش کنن یه جا بفروشن. اینم میتونه تو بورس یه شغل بشه و خیلی سود خوبی هم داشته باشه. وضعیت معاملات آپشن رو هم ببینیم. 495 میلیارد ارزش معاملاتی که رکورد محسوب میشه. نگاه کنید تقریبا 8% 9% به نسبت ارزش کل معاملات بورس و فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عدد جذابیه و نشون میده که این بازار قشنگ جایگاه خودش رو پیدا کرده در نظر ارزش معاملات و 172% رشد ز آساس 12.05. کاش یه ذره روی این اسم گذاریام دقت می‌کردم و می‌دیدن اصلا آیا میشه گفتشون یا نه. ز آساس من نمیدونم واقعا چه جوری می‌خوایم بیانش کنیم. اینم سررسیدش نزدیک 2-3 روز بیشتر تا سررسید نمونده. امروز هم صندوق در واقع صندوق‌های سهامی خوب معامله می‌شدن، اکثرا صف خرید بودن. این باعث شده بود که امروز بازده خیره کننده‌ای داشته باشه. خود صندوق 4650 بود، قرارداد 4500 بود قیمت اعمالش. تخود 0139 هم که 77% ریزش داشت رفته برای صفر شدن، یه گام دیگه تا صفر شدن فاصله داره. با توجه به اینکه ایران خودرو هم بسته میشه و بعد مجمع دیگه لااقل انتظار داریم که با صف خرید باز شه و کلا یه روز معاملاتی دیگه مونده، طبیعی بود که این قرارداد صفر بشه. اخبار مهم روز رو داشته باشیم. FATF اولین چراغ سبز رو گرفت. گفتن تو کمیسیون‌های مشترک مجمع تشخیص مصلحت زمزمه های تصویب شنیده میشه، فقط صحن علنی مونده که تصویب انجام میشه. امیدواریم این اتفاق بیفته. از بین 200 کشور دنیا فقط یه دونه کشور ما با یه کشور دیگه است که در واقع FATF رو تصویب نکرده. امیدواریم از این قضیه بگذریم و رد بشیم و اینقدر خاص نباشیم تو چیزای منفی. سامان پر بازده ترین نماد 403 اینقدر فاصلهش زیاده، 300% بازدهی داشته تو 1403، یعنی یه ساله که گذشت. نفر دوم یا سهم دوم تقریبا رو 230-40%. به خاطر همین تو همین 2-3 روز هم اگه سامان صف فروش باشه، بقیه سهام هم صف خرید باشن، بازم پربازده ترین سهم 1403 از سهم‌های ساختمانی که این سالا خیلی هاشون پروژه شدن. اونس $3000 اونس $3000 رو هم دید و یه رکورد جدید ثبت که تو 1403 خیلی چیزا دیدیم. واقعا یه خلاصه 1403 رو جمع کنید اندازه یه عمر آدم اتفاقات دیدیم. یکیش هم همین که اونس $3000 رو دید، خیلی هم نریخ، اصلاح خاصی هم نکرد و فعلا داره به روند خیره کننده خودش ادامه میده. فکر کنم تو 11 هفته اخیر اونس فقط یه هفته منفی بوده و 10 هفتهش رو سعودی کندل بسته که اینم جزء رکوردهای حوزه طلا محسوب میشه. اما اونور دلار یه مقدار شل معامله میشه، طلوعش 92 تومان قیمت خورد. این باعث شده بود که صندوق‌های طلا نه خیلی منفی باشن نه خیلی مثبت، یه تم مثبتی داشتن معامله میشدن، ولی ورود پول همچنان وجود داره اما سنگین نبود. نظرتون راجع به معاملات و اتفاقات این روزها بگید. به نظرتون بورس بدون خودرو سایپا بهتر معامله میشه یا نه؟